سلام عرض کردیم. بنده موشکاف در حال بررسی خبرها و موشکافی تحولات بودم که یهو صدای وقوق یه مش پاسدار سرتشتک بسیجی، اونم از نوع بریدش، توجهمو به خودش جلب کرد. اولیش پاسدار صفوی بود. مبدأ تهدیدات احتمالی دریایی علیه ایران احتمالاً از دریای مدیترانه، دریای سرخ، اقیانوس هند تا دریای عمان و خلیج فارس خواهد بود و نیروهای مسلح ایران باید تهدیدات و ماجراجویی احتمالی دشمنان را از مبدأ آن مورد هدف قرار دهند. منظورش اینه که هم هوا پسه، هم دریا، هم زمین. پس بنابراین یکی باید پیدا بشه و برادران قاچاقچی پاستا رو جمع جور کنه، وگرنه رتته. با توجه به تهدیدات احتمالی آینده که ماهیت دریاپایه و هواپایه خواهند داشت، باید هم راهبرد دریایی و هم راهبرد پدافند هوایی دفاع از کشور را تدوین کنیم که بخش نظامی این کار بر عهده نیروهای مسلح و بخش غیر نظامی آن به عهده دولت است. البته بنده موشکاف به این پاسدار ریزشی حق میدم، ضمن این که به هر حال این جونور زلزله 500 ریشتری آینده رو بو کشیده و داره دلهره های ولایت رو یه جورایی لو میده. به هر حال ائتلاف ضد داعش و به فنا رفتن عمق استراتژیک نظام اینجوری دلواپسی ها رو هم داره. اما همزمان با این ونگ ونگا یه صداهای دیگه هم شنیده میشه که بیشتر تو مایه های عربده کشی و خالی بندیه. وزیر دفاع امروز با خود خبری مهم آورد. ما جزو 6 کشوری میشیم که دارای این توانمندی هست. تا حالا شنیدید که میگن با یک تیر دو نشون زد؟ برای بچهای وزارت دفاع طرحی نو در انداختند. سامانه‌ای ساختند که همزمان دو هدف رو نشانه میده. سامانتونم دیدیم. اگه برای بچه‌های مشنگ وزارت دفاعتون عرضه داشتن، یه سامانه میساختن که وضعیت درب و داغون ولی فقیه‌شون به سامون شه. اینم از خالیبندی سنگین رأس اول لاریجانیا درباره سپاه قرودبه ولایت. سپاه پاسداران یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی در خاورمیانه است. حالا یکی ممکنه بگه آقا بالاخره ما کدومو باور کنیم؟ اون ترس و آه و ناله رو یا این داد و قال و شاخ و شونه کشیدن رو؟ اگه از بنده موشکاف بپرسید بهتون میگم جفتش یکیه. قضیه همون سوتی در تاریکیه. میخوان با این پارسای خوابیده لرزونک عظما رو پنهون کنن. ته خطم هر وقت از هر جا میخورن از دشمنای اصلیشون مینالن. مجمع پارلمانی شورای اروپا زبان منافقین به دهان گرفته. کمتر از 100 نفر از نمایندگان این مجمع که البته جایگاه سیاسی معتبری بین اروپاییان هم ندارند، با اشاره به گفته‌های منافقین ایران را در مسائل حقوق بشری و هسته‌ای متهم کردند. درکت میکنم علی گدا، درکت میکنم. تو این اوضاع قاراشمیش ترست از اوناست که عمامتو نشونه رفتن. چون خوب میدونی که اوضاع از هر طرف که به چرخه ته خط اونان که درازت میکنن. پس سود بزن که وقت سود شدنت هم میرسه. با آقای موشکاف